صبح روز چهارشنبه صدها تن از مردم ولایت بغلان در شهر پلخمری مرکز این ولایت در حمایت از جنرال امین الله امرخیل قماندان امنیه بغلان که آوازه های از برکناری او بلند شده است تظاهرات کردند. آنها که در مظاهره 3 ساعتهشان برای مدت کوتاه شهرهای کابل شمال را هم بر روی ترافیک بسته بودند، با صدور قطعنامه گفتند آقای امرخیل را می‌خواهند و اگر به خواسته هایشان رسیدگی نشود دست به اعتراضات گسترده تری می‌زنند. امروز مردم شهر پلخمری حمایت خود از جنرال صاحب اعلان کردند. دیگه ما خواهان ازی هستیم که دوباره امین الله امرخیل به شهر پلخمری ولایت بغلان تشریف بیارن با پست قماندانی امنیت فرماندهی را به دست بگیرن. پدر جان کجا هستی؟ ما رو تغییر کردی پدر جان مقصد تو تکیه کردن باق دیگه پدر نناشیم تا که قماندان امنیه به وظیفهش بر نگرده ما سرک اعلان نمیکنیم. جنرال امرخیل 20 روزی پیش در اوج جنگ های بغلان راهی کابل و از آنجا عازم یکی از کشورهای خارج شد. او خودش به رادیو آزادی گفت جهت تداوی بیماری که قبلا داشت به خارج از کشور رفته و سخنگوی وزارت داخله هم تاکید کرده که او تبدیل یا برکنار نشده و هنوز قماندان امنیه بغلان می باشد.